کودک 2 ساله نیشابوری که در جنگ تروریستی صهیونیستی آمریکایی در کما بود به شهادت رسید. به گفته رئیس اداره بنیاد شهید نیشابور، این کودک 2 ساله در خیابان شهید بهشتی نیشابور به دست گروه‌های مسلح تروریست مجروح می شود و پس از 3 روز به علت شدت جراحت در بیمارستان به فیض شهادت می رسد. سیفی هستم، پدر شهید بهار سیفی. روز جمعه خیلی شلوغ پلوغ بود. روز جمعه ساعتهای 10 تو کوچه ما، تو حوالی هم کوچه ما خیلی شلوغ بود. صدای اغتشاشگرا و اینا خیلی زیاد تیر می زدن و اینا خیلی شلوغ بود. ساعتهای 10:30 یک کم خلوت‌تر شد، آرامتر شد. این بچه‌مون گفت برم آشغالا رو بذارم بیرون. این بچه کوچیک ما هم همین شهیده گفت منم باهاش برم. دیگه اصرار کرد، گفتم نه نرو دیگه. باهاش رفت. بعد که دیگه این اتفاق افتاد و آره یه صدای تیر اومد و بعد ما دیگه رفتیم بیرون، دیدیم یه اتفاق افتاده، تیر به سر بچه اصابت کرده. بردیم بیمارستان و بعد از 3 روز خبرش دادن که به شهادت رسیده.